سلام دوستان، من تو خوب باشه. من پی اس جی هستم. به کانال ما خیلی خوش اومدید. بچه‌ها امروز به عشق خودتون رفتین یه دست آلکادراز استارت کردم و رسیدیم به اسکواد آخر و پینگم خراب بود. از اول بازی نتونستم زیاد کیل بگیرم، ولی خب اسکوادم واقعا ترای هارد بازی می‌کردن. اینجا سعی کردم کلاسشو میتونم خونسا بکنم، دیدم وقت ندارم، زوم کش میشم. اومدم اینجا با گانم یه دمیج به یک اینجا دادم. ببین دمیج دادم، میس دادم، بعدشو اینجا میس دادم. اومدم یه کاور گرفتم، دوباره اومدم اینجا دیدمش یکیشونو یه دمیج بهش دادم، رفتم پایین با یارم بزنم. اومدم اینجا دیدم یارو نیستش، خودم حاجی پشمام ریخته بود. بعد دیدم اینجاست، زدم وان شات نشد، دوباره زدم میس دادم، دوباره اینجا زدم 72 تا دمیج خورد. واقعا پینگ ما ایرانی‌ها واقعا بده. حالا خب اینجا دوباره زدمش و نه یادشون رفتم منو ناک کنن کامل. من دیگه اینجا بلند شدم، من رفتم روی کلاسشون که یارم دستم نبود، اشتباهی با کلتم زدم و نتونستم این مچو وین بکنم. بچه‌ها قول میدن که از این بعد ویدیوهای بیشتر بذارم. مرسی که ما رو دمتون گرم.